شفاف سازی کلیه امورات مسلمانان جهان، تصمیمی با نصب در محل و خدمات پس از فرود. حقوق الاسلام و المشرکین شفاف روانگردان. مؤلف کتاب وزین لوازم و تحریر در خارج. بی احترامی به پدر و مادر. وای 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 وای. بلند بگو وای وای وای. خدا اون روز نیاره به پدر و مادر آدم بی احترامی کنه. ببینم دیگه چی در میاد. اصلا امام حسن عسکری میفرماد که کسی که در کودکی اگر بی احترامی کنه به پدر و مادرش، بزرگ شد پدر و مادرش خدای نکرده یه زمانی میبینی که نفرینش میکنن. بی احترامی به پدر و مادر. وای وای. خود امام حسن عسکری خودش نیست انقدر احترام میذاشت به پدر و مادرش، مخصوصا به باباش امام نقی خیلی احترام میذاشت. از همون موقع تا الان انقدر احترام گذاشت همه دارن دنبال باباش میگردن، میگن وریز امام نقی. وای وای. بدزبانی. وای وای. بدزبانی. بدزبونی. وای وای. بچه های ما اصلا اینطوری نیستن. از دهان نحس نجس سگ هار منطقه. الحمدلله ندارن انشالله اینا دیگه، ولی چیه؟ تنبلی. وای وای وای. تنبلی. وای. ما اصلا بچه تنبل نداریم. ما اگر کلید نداشتیم نمیتونستیم در رو باز کنیم بریم داخل ببینیم چه بدیهایی داره. همه این بدیها پس از کجا شروع شده؟ از این کلیده. درسته؟ این کلید چیه؟ چی؟ وای 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 وای. این شاکلید که به این در میخوره قفلو باز کرده اسمش دروغه. وای من اصلا این کلیده رو نمیخوام، اصلا یدگیش هم نمیخوام. امام حسن عسکری میفرماد همه بدیها رو، بله همه آقای خلیفه اینا نخندون، صبر کن یه دقیقه، همه بدیها رو توی خونه ای جمع کردن. کلید اون بدیها چیه؟ دروغه. چی دروغ؟ وای وای. اصلا ما دروغ نداریم. امام حسن عسکری دروغ گفت اصلا کلید اون خونه است. منظورش نه اینکه فکر بکنید از کلید یه موقعی حسن روحانی باشه ها. نه. وای وای. امام حسن عسکری که راجع به امام حسن روحانی حرف نمیزنه. وای. فقط گفت اون کلیده یه خورده دروغ خالی بندی توشه که اصلا وای وای. این برنامه ها رو نشون میدن. وای. دروغ بدی میاره، دوستی رو بر میداره. حالا بگو. دروغ بدی دوستی رو بر میداره. حالا دروغ بدی میاره، دوستی رو بر میداره. آقا این داداشمون هم که معرف حضور هست دیگه، ایشون همونیه که ما یه بار بودیم خدمتشون، میگو وقتی میره شمال به ایمانش اضافه میره. ما خودمون اهل شمال هستیم، اونجا وقتی میریم به ایمانمون اضافه میره. و وقتی میریم شمال میرم لب دریا، گاهی اوقات میبینم البته جلومون خیلی شلوغ پلوغ نباشه ها، یه گوشه میشینیم اون افق دریا رو قبلا بهش میگفتیم شوروی، اونجا رو نگاه میکنیم، اونجا که آسمون و زمین به هم دیگه وصل میشن، یه خلسه روحی به آدم دست میده، یه آرامش بسیار زیبایی به آدم دست میده. ایشون میرفت به شوروی نگاه میکرد به ایمانش اضافه میرفت. من تو شوروی نمیدونم چه حالا شکر خدا ما الان شوروی نداریم، نه شکر خدا متاسفانه ما الان شوروی نداریم، به ایمانمون اضافه نمیره. میریم اونجا شوروی نگاه میکنیم دیگه شوروی نیست دیگه، به ایمانمون اضافه نمیره. اصلا همین میشه بچه های مردم به قهقرا میرن، به منجلاب فرو میافتن و مقام معظم رهبری رو شاکی میکنن. سر قضیه اسباب بازی، تولید اسباب بازی داخلی معنیدار و جذاب هرس خوردن با بعضی از مسئولین این کار. مرد عنکبوتی رو بچه ما میشناسه، بتمن رو بچه ما میشناسه. 4 تا عروسک درستابی ساخته بودیم داده بودیم دست بچه مردم، به جای کلید دروغ و اینا 4 تا چی ساخته بودیم، الان اینجوری به منجلاب فساد و قهقرا و اینا نمیرفتن.
اون یارو بتمن اینا رو میشناسه، ولی خب مثلا دیگه شخصیت های اسلامی چیزا رو نمیشناسه. یارو بتمن اینا واردم هستا، یعنی رهبر مسلمانان جهانی که ولی خب نیه به همه علوم اشراف داره، سینما و فضا و فلان همه. بعد نشسته برنامه کودکا رو هم دیده بتمن الان ما دیگه یادمون این یادشه مرد عنکبوتی. اینا شبا میشینن تو بیت مرد عنکبوتی تماشا میکنن با هم دوره همی. اسباب بازی های رایج بچهای ما شده تفنگ. خدا شاهد راست میگه، اسباب بازی رایج شده تفنگ این تق که در صورتی که اصلا نظام اسلامی انقدر با تفنگ مشکل داره، اصلا با تفنگ اصلا هیچی. این یه کمی روحیه شهید پروری کودکانمان اگه توجه کنیم و روحیه ایثار و تفنگ چیه بابا. الان رو مین میرن، الان با RPG میزنن. الان برادران شهادت طلب ما در سوریه مادر بگرخد، اینا همان فرزندانی بودن که تحت این تعالیم بزرگ شدن و الان تفنگ هم البته دارن حالا، ولی خب بیشتر با RPG کارشون راه میفته. الان با استینگر زدن پیروزی هلیکوپتر رو آوردن پایین. آقا مسلمانان جهان همه خرکیف تو سوریه. تفنگ چیه بابا؟ بعد اصلا چیز کنن، به جای تفنگ برن اصلا اعدام تماشا کنن. الان تفنگ جواب نمیدن. کسی رو دیدین تا حالا با تفنگ بزنن یا رو قالشو بکنن؟ با جر ثقیل میکشن بالا، خیلی شیک و رسمی. بچه ها میرن تماشا میکنن. اتفاقا تحت تاثیر این مکتب درست تا الان چند تا بچه هم نشستن اعدام بازی کردن، دستیان هم دیگه رو کشتن سر اعدام بازی. ترویج میشه دیگه، صفا حال میده دیگه. گرگم به هوا بازی میکردن که کار بسیار خوبی بود و ورزش بود و بازی و سرگرمی بود. یا این چیزی که اسمش چیه، خطکشی میکنن و یک چی لیلی میکنن. بازی بچهای ما اینا بود. ها چی بود اون بازیه؟ چی بود؟ لیلی میپرنن اینجوری خره و خرپولیس بابا. اصلا خرپولیس دیگه که بعد یه بازی دیگه بود میگفتن هر کی تک بیاره اون خره، تک می آوردن اینجوری. این بازی ها لامصب همش بازی های سنتی خیلی خوب. ما فکر بچه ها همش بعد ورجه ورجه میکردن، این انرژیشون خالی میشد. الان چیه بابا؟ الان نداریم بازیمون، بازی های سنتی اون گرگم به هوا زو دیگه انقدر میگفت کبود میشد دیگه، مثلا یه جا دیگه نفس میکشی زو. این حال میداد. بازی هایی بود که اتفاقا باعث ترویج مثلا خرپولیس. بعدن خب مثلا بعد از ادغام موفق بسیج و نیروی انتظامی که شد خرپولیس خیلی جواب داد. اصلا این چیزهای فرهنگی بود که اومد بالا. بعد تو خرپولیس مثلا در جریان انتخابات 88 همه نیروهای جانبرکف خرپولیس چقدر خدمت کردند این اغتشاشگرا رو، هیچی اینا به خاطر این بازی‌های سنتی. بچه‌های ما اسم بازیکنان و ستاره‌های فوتبال دنیا رو نوه‌های بنده خیلی خوب بلدن، یکی هم توی اسم اینا رو میارن. این طرفدار اینه، اون طرفدار اونه، لباس نمیدونم فلان تیم فرنگی رو این میپوشه اون یکی. اما اسم مثلا فرض کنید که فلان دانشمند معاصر خودشون رو نمیشناسن. یارو نوام داره، نوهاش نشستن اونجا اسم کریستیانو رونالدو و مسی و اینا رو نشستن. نوه داره، یعنی لاکردار رهبر مسلمانان جهان تو بیت خودش نوه خودش نمیشینه راجع به کریستیانو رونالدو صحبت میکنه. نه دیگه، یه تنهایی سینما هم برو دیگه، نوشابه بخور دیگه، یا بشین پنالتی پیکرم تماشا کن دیگه. الان همین مونده نوه مقام معظم رهبری میشه که شکیرا. هیچ کدومشون نمیخوان. حالا همه اونی که شکیرا رو میشناسه، شما خیال کنید مثلا حاج منصور ارزی رو میشناسه عمرم، شمقدری رو میشناسه، نوه مقام معظم رهبری نمیشناسه، ولی پیکه اینا رو همه پیکر هم به خاطر شکیرا، ما خودمونم پیکر به خاطر شکیرا میشناسیم و والله اصلا آدم حسابش نمیکردیم.